بسیارتر از مشکل‌های زندگی یعنی که علاقه به یک جای میرسدن مشکلی زندگیشون برای همین به همین کار دست میزنن. به فکر من این کار خوب نیست. خوبش این کار رو نکنن. برای با مشکلی مبارزه بودن از همه بهترش با مشکلی روبرو شدن است. با خودکشی کردن آدم از مشکلی خلاص نمیشود. شاید از مشکلی این دنیا خلاص شود ولی از مشکلی آن دنیا خلاص شده نمیتواند. برای همین من خیلی فکر دارم که بسیارتر یعنی که بی‌طاقتی میکنن، بی‌صبری میکنن، بسیارتر از مشکلی یعنی که با فکر شما چی کارها باید کنن که همین حالت خودکشی کم شود یا از بین رود؟ یعنی که بهترش که وقتی که همین فکر خودکشی به سرشون میزنه یک بار نشسته فکر کنن که وقتی که خودکشی میکنن بعد دیگه چی میشود. شاید فرزند دارن بعد دیگه فرزندش رو کی نگاه میکنن. یعنی مثلا وقتی از شوهرشون بسیاری جدا میشون فکر میکنن تمام زندگی به انجام رسید رفته خودشون رو یا میکشن یا که چه. این به فکر من خوب نیست. اول باید فکر فرزندش رو کند که بعد که وای میرود فرزند وای رو کی نگاه میکند کی تربیت میکنه. برای همون باید که یعنی که این کارو نکنن. خوبش زندگی و از بین نفهمی بین اولوی اذیت شوهرش یکم کم بودی داره از طرف خوشتومان شای بسیارتر از طرفی که تیز شوهرش اومدن ولی به بالغ نرسیده همین سبب از سبب ممکن زندگی طرز زندگی رو نمیدونن. با فکر دارم خودکشی راهی حل هست؟ نه اکید که مباحثه کنید باید پدر مادر چاره را ببینن. مقامات چیکار کنن؟ باید مقامات پیشگیری گیره. پیش از عائله دادن باید هر یک عائله رو به مناسب خودش عائله دور کنه. صبر فکر دنیا قیمت میکردن میترسیدن حاضر نه باز همین زور شما دست خودشون میدونن میکشن چیکار باید کنن دخترها به فکر شما صبر کنن طاقت کنن میگن صبر کردن قوره حل نمیشه و این بچه جو او وقت کشی که میچید همه خودشون میکشتن همه کار پشیمانی داره همه کار راش گرفتن آسانه لیکن طاقت کردن در زندگی در همه باره طاقت کردنشون در کار. مقامات چیکار کنن باید برای که دخترها و زنها اگه مقامات باید یک دستگیری کنه که فهمایش از طرف کلانو میشه. وقتی پدر و مادر که زندگی همین فرزند که فهمون و انشالله فرزند با خودش فهمایش دیگه میشه. وقتی که نفهمون برای دیگه چی رفت همین در عشق پول و مال رفت این زندگی نیست. مجبور میشن از طرف مثال نورسویی نوتینجی ممکن زورشون میگوده که بسیار اور از خانوندن در کار پشوندن در کار مثال برای همین مجبور میشن که خیلی به همین کارو دست بزنن. چی راههایی هست که همین زنهای از این راه برگردونند؟ همین مثال اگه نمی کارگرای همون قشلاق دعوت میکنی که مثال من اینم زندگی و از بینه یا جا کار تامینم کنه یا خیلی مثال یا جا بمونیم از زندگی من پیش ببرم دو زنده یا پزنده یا مثال این دو یک رهروکه مثال اینه مراجعت کنیده برای هم کلونی قشلاق ورا گمراه کدگه فهمیدی؟ الله ورا هدایت کنه اگر و گمراه نمیشنن کار نمیکنن فهمیدی؟ حیات زندگی پست و بلندی داره به همه طاقت کردن نمیتونن. برای همین الله صبر کننده را دوست مادر مادر ارزا صبر کنن همشون میشه یا صبر ندارن فهمیدی؟ نیتو که بخشش دختر و پسرها بعضش هم خیلی دخترها هم خیلی همه چون فکر زنهایی که احساساتی هستند بسیارتر فکر میکنن که نبودنشان بهتر است. برای همین به چنین کار دست میزنن. از دیدگاه انسانی و شرعی البته این کار نادرست است. هم شریعت هم اخلاق انسانی این کار اجازه نمیدهد. خودکشی عمل بد است و ناپسندیده است. از هر نظر این کار نادرست و ناجایز است. انسان باید در همه کار صبر داشته باشد، طاقت داشته باشد و خودداری کند. راهی حل چی بوده میتوند مثلا؟ راه حل شاید برنامه خوبی تلویزیونی باشد که انسان رو به زندگی گرم کنه دلشون را مشکلات رو برایشون توضیح دهد راه حلش رو نشان دهد که چطور زندگی کنه چطور بازی کنه. برنامه خوبی تلویزیون یا رادیو باشد که جوان رو تربیت درست کند. ممکن این چیزها سبب شود که انسان از این کار دور شود.